هر میخوانیم سوره مبارکه نحل را. در سوره های گذشته، حالا این سوره را سوره نحل میگویند چون بخشی از استدلالاتی که در این سوره میاد یک استدلالی از نحل هست. نحل به معنای زنبور عسل. الله تعالی درباره اون زنبور عسل که اون یکی از عجایب هست و یکی از شگفتی های خلق پروردگار هست ذکر میفرماید. ذکر او در این سوره آمده. به این دلیل این سوره به نام نحل تسمیت الکل به اسم جز. اما ربطش و مناسبتش در سوره های گذشته ما همین مدعا را خواندیم توحید، چون همه این سوره ها مکی هستند. البته در سوره های مدنی هم بحث توحید هست، زیاد هم هست. با دلایل عقلی و نقلیش خواندیم، روشن شد و در سوره حجر بالخصوص فرمود اگر تسلیم نشوید پشیمان میشوید، چون اونها عذاب را مطالبه میکردن. خداوند عزوجل نمونه عذاب هم ذکر فرمود. قوم لوط، قوم ایکا، قوم شعیب، اصحاب الحجر. و اینجا الله تعالی میفرماید اتا امر الله، یعنی اون عذاب و امر الهی که عذاب الهی باشد به سر رسید، یعنی زیاد دور نیست. فرض کن که بیخ گوشت هست، موعد آمد، دیگه جای مهلتی برای شما باقی نمانده. لذا الله می فرماید اتا امر الله، این مدعای سوره است. امر الهی یعنی امر عذاب آمد، به سر رسید. فلا تستعجلوا، عجله نکنید از آن. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله عزوجل ذاتش پاک است و برتر است از آنچه که شریک بگیرن با او، از این شرکایی که مردم شراکتشون را اثبات میکنند برای خدا. خداوند پاک است، برتر است از این که شریکی داشته باشد. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. الله عزوجل بعد از توحید که سبحانه و تعالی عما یشرکون توحید بود، مبحث رسالت را عنوان میکنه. اون ذاتی که از شرکا پاک هست، او همواره ملائکه را میفرستاده. ینزلو این مضارع هست اما به معنای ماضی استمراری هست. از زمان گذشته در حال انزال بوده، در حال ارسال بوده، در حال فرستاندن بوده. ملائکه را همراه با وحی، اینجا مراد از روح وحی هست، مراد از ملائکه همون روح هست، جبرائیل امین است، میفرستاده همراه با وحی. من امره، به امر خودش، به دستور خودش. علی من یشاء من عباده، بر هر کسی که میخواست از بندگان خودش، یعنی از انبیا. اما میفرستاده وحی را که خلاصه اون وحی چیه؟ ان انذروا انه لا اله الا انا، این که مردم را بیم بدهید، مردم را بترسانید. برای اثبات چه مطلبی، چه مسئله؟ انه، ببین هدف وحی این توحیده. ما قبلا هم خواندیم و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. اینجا هم هست که تمام وحی که می آمده بر انبیاء متعدد، انبیاء گذشته، موضوع این بوده انه لا اله الا انا، این مطلب که هیچ معبودی لایق عبادت نیست، لایق الوهیت نیست مگر من پروردگار. فاتقون، پس از من بترسید، شرک نکنید، از شریک گرفتن با من بترسید. و دلائلش هم وجود داره، دلائل توحید. بعد از این خدای عزوجل دلائل را ذکر می‌فرماید که اینها ضمن این که دلائل هستن بیان نعمت پروردگار. چه الطاف خدا به شما انسان ها دارد. خلق السماوات والارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را به حق آفرید، برای اظهار حق آفرید. در پیدایش آسمان ها و زمین او یگانه هست، تنهاست، پس در عبادت هم باید تنها باشه. تعالی عما یشرکون،
اون بالاتر است از اون چی که مردم با او شریک می سازند. این دلیل آفاقی آسمان ها و زمین و عجایب آسمان ها و زمین را بررسی کنید و حال دلیل انفس خودتون را بررسی. این دلایل را شما قبلا خواندید، لذا به ترجمه بسنده بشه. خلق الانسان من نطفه، انسان را آفرید از یک قطره، از یک نطفه آفرید. اما ببین چه انسان با کمالی، چه انسان بلبل زبانی. فاذا هو خصیم مبین. این انسان را که خدای تعالی آفرید، این انسان در توحید پروردگار درباره حشر و نشر چه خصومتی میکنه، چه استدلالاتی میاره. میگه اذا كنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون یا اذا كنا عظاما نخرا. این استدلالات انسان درباره چیه؟ معاد هست. درباره توحید اجعل الالهه اله واحده، هی استدلال میاره که توحید را هم رد میکنه، نفی میکنه، معاد را هم نفی میکنه. این انسان که اینقدر خصیم هست و اینقدر استدلال میاره، این انسان آخه وجودش از چی هست؟ از نطفه ای هست. حالا ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. جای دیگه شما خواندید در سوره دهر بود غالبا که سمیع بصیر هست. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. چه گوشهای تیزی داره، چه چشمهای تیزی داره، همه جا را میبینه، همه چیز میشنوه. اینجا میخوانیم که هی بحث میکنه، جدل داره. خب ببینید از چه چیزی درست شد. این قدرت را نمیبینید؟ والانعام خلقها، و همچنین برای منافع همین انسان چار پایان را پیدا کرد. اینا تمام هم دلایل توحید هم بیان نعمت عرض کردم. والانعام خلقها، چار پایان را الله آفرید. لکم فیها دفء، برای شما در اون چار پایان اسباب گرمی هست. پوستشان، پشمشان، مویشان، انواع پوستین، انواع پالتو، انواع جاکت، عرض کنم که انواع دستکش، جوراب، کفش چرمی، همه از همین پوست. و منافع دیگر. و منها تأکل، بعضی از اونها رو میخوری. معلوم میشه که همه حیوانات قابل خوردن نیستند، بعضی ها. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، برای شما در اونها علاوه از خوردن ببینید چه منافع زیادش. یکی این که ما از اجزا و اعضای اونها چیزهای مختلفی درست میکنیم. حالا اینقدر چیزها درست میشه از این پشم و مو و پوست و متعلقاتش که انسان تعجب میکنه. و الله عزوجل میفرماید علاوه از اینها ولکم فیها جمال، زیبایی هست، یعنی زینت و زیبایی هست. حین تریحون و حین تسرحون، وقتی که شما اونها را شام از چرا برمیگردانید و صبح به چرا میبرید. انسان اون ارباب وقتی نگاه میکند چه لطفی میبرد از اون حیواناتی که دارد، از اون مالی که دارد. و بعضی از اینها هستند حیوانات مختلفی هستند. و تحمل اثقالکم، بارهای شما را میبرن الی بلد لم تکونوا بالغی، شما نیستید که خودتون برسانید اونجا. بالغی یعنی واصلی. الا بشق الانفس، مگر با مشقت جان، با زحمت. ولی اونها راحت بار شما بار را بر دوش اونها میگذارد، میبرند. ان ربکم لرؤوف رحیم، واقعا رب شما نسبت به شما بسیار رؤوف است، رأفت دارد و مهربان است. چه مهربانی که این مخلوقات را در کنترل و در تابع شما قرار داده. والخیل، علاوه از اینها بعضی را الله ذکر میکنه. اینها خب اون حیواناتی هستند که بیشتر برای سواری استفاده میشند. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها،
اسب و قاطر و الاغ برای این هست که شما سوار بشید و زینه و همچنین باعث زیبایی هستند. حالا اسب را معلوم میشه که فلسفه اصلی این حیوانات سواری هست. اینا را الله تعالی برای سواری انسان ها خلق کرده. حالا اسب گوشتش حلال است، اما امام ابو حنیفه رحمه الله باز هم مکروه میداند به دو دلیل. یکی اینه که این جزء معکولات قرار نگرفته، جزء مرکوبات قرار گرفته، اونایی که سوار میشن، چون اونایی که خورده میشند الله عزوجل در نسل اونها برکت گذاشته. هرچی که بیشتر شما ذبح میکنید، شما نهر میکنید، شما میکشید، گوشتشون را استفاده میکنید. روز قبلا عرض کردم میلیون ها گوسفند و گاو و شتر کشته میشه، اما نسلشون کم نمیشه، در حالی که هر شکمی یکی میاره، یکی میزاید، خیلی کم اگر 2 قلو 3 قلو باشه یکی. اما خدای تعالی چه برکتی داده، هر چی که ذبح میشه. اما اسب همینطور که الان کسی اسب را میکشد؟ نه خیر، کسی اسب را نمیکشد ولی نسلش داره منقرض میشه. بس فرمودند که این کشته نشه، گرچه گوشتش حرام نیست. کراهت به خاطر یکی اینه، یکی به خاطر جهاد. اما خدای عزوجل اینا را مرکوب قرار دادند که یعنی سواری هستند. علاوه از اینکه مرکوب و سواری هستند، رکب هستند و زینه، زینت و زیبایی هستند. معلوم میشه که انسان اگر از سواریش بالاخره به عنوان زینت استفاده بکنه، زینت هم برای انسان جایزه. حالا سواری های امروز آلات جدید هستند، چیزهای ماشین های جدیدی هستند که انسان معلوم میشه که هرچی که در گذشته اسبها را چیکار میکردند، زیبا هم میکردند. بالاخره یک پالان قشنگی دوروبر گردنش مهره ها یا نخهای رنگارنگ قشنگی و اون لگامش یک زیبایی داشت. علما میگن معلوم میشه کسی اون که سوار میشه، مثلا امروز ماشین ها را مردم سوار میشند، اگر اینها را این مقدار زیبا بکنند، به اصطلاح یک عرض کنم که رونقی بهشون بدهند، چیزهایی بهشون اضافه بکنند که خوشگلتر بشند، زیباتر بشند، به شرط اینکه اسراف نباشد و در وجود انسان غرور نباشد. این اشکال ندارد، چون زینت مباح است. اصل زینت و زیبایی چیه؟ مباح است. و بیشتر مردها که زیبایی را اختیار میکنند برعکس زنها. زنها زیبایی را برای وجود خودشون، اما مردها زیبایی را برای مرکب و سواریشون. لذا شرعا این مشکل ندارد تا زمانی که اون عرض کنم مسئله اسراف و مسئله ولخرجی و مسئله مسئله فخر و غرور اینها پیش نیاد. و یخلق ما لا تعلمون. حالا ببین در همین بحث رکوب خدا فرمود، در بحث خوراکی نفرمود، در بحث و منها تاکلون نفرمود، چون منها تاکلون قرار نیست که مأکولات جدیدی از نظر گوشت. حالا همون گوشت را به شکلهای متنوعی مردم درست می کنند به شکل جدیدی، ولی همون چند هزار سال پیش که گوشت بود هنوز همون گوشته، فرقی نکرده. اما سواری نه. در باب سواری الله تعالی می فرماید و یخلق ما لا تعلمون، چیزهای دیگری برای سواری شما خدا درست میکنه که شما نمیدانید. این یکی از دلایل اعجاز است. این کتاب که در اون زمان نازل شد، در اون زمان که بسیاری میگند عهد حجر هیچی نبود به غیر از سنگ، پیشرفتی نبود، اما پیشگویی میشه، پیشبینی میشه که در آینده در این باب، در باب رکوب، در باب سواری
خداوند عزوجل ابتکاراتی به شما نشان میده، خداوند چیزهایی را درست میکنه که حالا شما نمیدونید، به ذهن شما هم نیست. لذا اینها تمام دلائل خلق پروردگار، دلائل عظمت پروردگار. و علی الله قصد السبیل. الله تعالی می فرماید اینها فواید مادی بودن که برای ما خداوند پیدا کرده، حالا فواید معنوی را ذکر می فرماید. در دنیا فقط مادیت نیست، معنویت هم هست. فقط خوراک جسم نیست، خوراک روح هم هست. خوراک جسم و بهره‌گیری برای جسم، استفاده برای جسم، اینها هستند. یکی از اینها سواریه، یکی از اینها معکوله، یکی از اینها بالاخره مشروبه. اما برای معنویتتون هم باید شما فکر بکنی، برای روحانیتتون. به این خاطر میفرماید و علی الله قصد السبیل، یعنی راه درست به سوی خدا می رود. منظور چیه؟ علامه آلوسی نوشته والمعنى ان قصد السبیل و مستقیمه موصل الیه تعالی و مار علیه سبحانه و تعالی. یعنی راه راست، راه مستقیم، اون راهی هست که میرسه به خدا. یعنی شما راهایی را انتخاب کنید که به خدا واصل بشید، به خدا برسید. و منها جائر، بعضی از این راهها کج هستند، به مسیر دیگه و به مسیر انحرافی میروند. ولو شاء لهداکم اجمعین. اما این راه را خدا شما برای شما گذاشته، به شما اختیار داده. اگر خدا بخواد اختیار را سلب میکند، اجبارا همگی شما را هدایت میکنه، ولی به درد نمیخوره. اون هدایت مطلوب الله نیست، مقصود الله نیست. مقصود الله هدایت و ایمانی هست که اختیاری باشد. به این خاطر ما را همگی را مجبورا هدایت نکرد. خب بعد از اینها هم نعمت بوده، هم دلایل بودند. بعضا دلایل دوم، نوع دوم شروع میشه. هو الذی، اینها هم دلایل هستند و هم نعمت. هو الذی انزل من السماء ماء لکم. الله آن ذاتی است که فرو فرستاد، نازل فرمود از آسمان، ماء لکم، آب برای شما، باران برای شما، منه شراب، از همون نوشیدنی شماست، می نوشید. آب آشامیدنی. و منه شجر، از همون آب درختی برای شما درست میشه که فیه تسیمون، در آن حیواناتتون را میچرانید، به چرا میبرید از همون درختها، علوفها، سبزیجات. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. میرویاند برای شما به وسیله همین آب کشتزار را، درخت زیتون را، درخت نخل را، درخت انگور را. و من کل الثمرات، از انواع میوه ها، تمام میوه ها از همین هستند. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. همانا در همه اینها آیه و نشانی است، اما از این آیات چه کسی بهره میگیرد؟ لقوم یتفکرون، برای اون قومی که می اندیشد، به قصد بهرهگیری، به قصد استفاده تفکر می کند. و تنها نعمتهاش اینها نیست، علاوه از این نعمتها وسخر لكم اللیل والنهار، مسخر فرمود برای شما شب را، روز را، و الشمس والقمر، خورشید را، ماه را، که با گردش همینها شب و روز درست میشه، با گردش همینها موسم ها هم ترتیب مییابد. و النجوم مسخرات بامر، همه ستاره ها تابع امر خدا هستند، امر تکوینی. هر جوری که خدا میگه طلوعشون، غروبشون، فایده رسانیشان. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، همانا در همه اینها آیات و نشانات هست، اما برای قومی که یعقلون، عقل داشته باشند، از عقل و خرد خودشان استفاده کنند. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، آنچه که خدا در ذرأ یعنی خلق، نشره،
منتشر کرد برای شما در زمین که رنگ های مختلفی داره، شکل های مختلفی داره، انواع حیوانات، انواع نباتات، انواع جمادات، انواع اجناس، همه اینها. ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون، همانا در همه اینها، این نعمت ها آیه هست، نشانی هست برای قومی که تذکر میگیرد، پند میگیرد از تذکرات الهی. علاوه از این نعمت ها، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. اینها را شما تصور بکنید در اون زندگی مکی، در اون زندگی که تمام عربها مشغول لات و عزا هستند، شب و روز برای اونها حیوان میکشند، برای اونها سجده میکنند، برای اونها حلوا تقسیم میکنند، برای اونها بالاخره نظر و نیاز میدهند. الله تعالی از این طرف بیان میکنه که تمام نعمتهای خرد و کلان، کوچک و بزرگ، از سواری گرفته تا پوشیدنی، تا نوشیدنی، تا خوردنی، همه از طرف الله عزوجل خیلی تأثیر داره. لذا این دلائل در اون ماحول، امروز هم واقعا انسان وقتی که اینها را میبیند هم لذت این آیات را احساس میکند، هم این آیات برای ما بسیار راهگشا هستند، مسئله را برای ما باز میکنند. به این نتیجه میرسیم که هیچ ذاتی را به عنوان معبود اصلا نباید بهش فکر کرد. و هو الذی سخر البحر، الله عزوجل همان ذاتی است، همانطور که ستاره ها را مسخر کرد، دریا را هم تابع شما قرار داد، لتأکلوا منه لحما طریا، تا که بخورید از آن گوشت تازه، این ماهی که شکار میکنید تازه تازه، و تستخرجوا منه حلیتا، استخراج کنید از آن دریا حلیتا زیورالات که تلبسونها بپوشید، انواع مرواریدها، انواع لؤلؤ و مرجان، انواع زیورالات از قعر دریا انسانها استفاده می کردند. و ترى الفلک مواخر فی، و می بینی کشتی را که مواخر هست، جمع ماخره، ماخره یعنی پاره میکنه آب را، یعنی از دل آب گویا آب را می شکافت و میره. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون، تا که فضل الله را بطلبید، حاصل کنید. همین رزق و روزی که انسان بیشتر رزق و روزی از طریق دریا هست، حمل و نقل دریایی، ماهیگیری دریایی. ولعلكم تشکرون، تا اینکه بندگان شاکر و سپاسگزاری باشید. شکر اینه که با خدا شریک نسازید، فقط او را عبادت کنید. و علاوه از این نعمت ها، و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، در زمین الله عزوجل کوههای انداخت، ان تمید بکم ای لئلا تمید بکم، تا اینکه این زمین شما را زائل نکنه، شما را نیندازد. و انهارا، عرض کنه که مید به معنی کجی هست، کج نشید، مسطح صاف، تکان نمیخورد. و انهارا و نهرها و سبلا راها، این نهرها، این راها که در زمین است، این همه آیات هستند. لعلکم تهتدون، تا که شما به مقصود برسید. این راه اگر نمی بود، راه ما بسته میشد، نمیتونستیم به منزل برسیم. همه جا راههای ما را کوها میبستند، ولی خدای عزوجل از لابلای کوها هم برای شما راه درست کرده. و علامات، علامت های دیگری هم که این علامت ها راه گشا هستند. ببینید بسیاری از این علامات مثل کوها، مثل تپه ها، مثل سنگ های بزرگ، مثل درخت ها، خیلی ها هستند که از همین علامات به مقصد میرسند. یک شهری که وقتی میخوای بری، از دور اون کوه را میبینی که این شهر در کنار اون کوه است، راستش فلان شهره، چپش فلان شهره. لذا اینا علائم خدای تعالی در زمین گذاشته. بسیاری جاها که این علامات نیستند، مردم در گذشته دچار مشکل می شدند. خیلی جاها
خود مردم علامات گذاشتند اما کافی نبود. مثلا این کویر، دشت کویر، دشت کویر لوط، در گذشته هزاران انسان تو این دشت تلف شده، چون وقتی که می رفتند راه را بلد نبودند. حالا شما گاهی میری به طرف کرمان دیدید میل نادر را، میل نادر همون مناره ای هست که نادر شاه چیکار کرده، اونها را جای جایی میگذاشت تا مردم بدونند که راهی که به آبادی ها میرسه از کنار همین میل ها رد میشه. لذا این علامات برای تسهیل در سفر لازمه. الله تعالی میفرماید در جای جای زمین الله تعالی علاماتی گذاشته و بعضی جاها که نمیشه علامات گذاشت، مثلا در دریا کوهی نمیشه. الله تعالی اونجا میفرماید که ستاره ها هستند که ستاره ها مخصوص دریا نیستند، خشکی هم هستند. و بالنجم هم یهتدون، یعنی به وسیله ستاره هم مردم چی میشوند؟ راه را مییابند. گاهی در دریا گرفتار میشه ناخدا. دریا طوری هست که انسان اصلا در وسط دریا نمیدونه که شمال کجاست جنوب کجاست، مگر ستاره باشه که از ستاره تشخیص بده. لذا الله میفرماید که این همه مخلوقات را کی خلق کرد؟ الله عز خالق او هست. حال خالق و غیر خالق مثل هم هستند. شما رفتید دنبال غیر خالق افتادید، غیر خالق را عبادت میکنید، غیر خالق را ازش حاجت میطلبید. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا اون انسانی که یخلق خلق میکند هر چیز را، کمن لا یخلق، آیا اون ذاتی که اون ذات و اون هستی که خلق میکند هر چیز را، کمن لا یخلق، مثل اون کسی است که هیچ خلقی ندارد. افلا تذکرون، آیا شما بازم پند نمیگیرید؟ نصیحت حاصل نمی کنید؟ این همه نعمتهای آسمانی، زمینی، جوی، مربوط به خوراکی شما، مربوط به لباس شما، مربوط به سواری شما، مربوط به نوشیدنی شما، مربوط به راهها و به سفر شما، مربوط به تسهیلات در زندگی، اینا رو کی خلق کرده و چه نعمتهای بیشماری به اندازه‌ای هستند که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این نعمتهای خدا را بشمارید نمیتونه احاطه بکنید، نمیتونه بشمارید. اما این پروردگار که این همه نعمت برای شما قرار داده، این پروردگار باز هم غفور و رحیم هست. یعنی اگر به او رجوع کنید، فقط او را پرستش کنید، فقط او را عبادت کنید، هم علاوه از این نعمتهایی که به شما داده بسیار ذات بخشاینده و مهربانی است. چه الطاف دیگری برای شما خواهد کرد، چه نعمتهای دیگری به شما خواهد بخشید، بالخصوص در جهان آخرت. و این ذات تنها قادر مطلق نیست، علیم مطلق هم هست. تنها این نیست که قدرت دارد و بس، علمش هم کامل است، محیط به کل شیء است، از همه اسرار شما با خبر است. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، الله میداند آنچه که شما مخفی میکنید، آنچه که علنی میکنید، از ظاهر و باطن شما میداند، از عیان و نهان میداند، همه چیز را میداند. قبلا بار بار این مطلب خوانده شده، گفته شده که ویژگی اله به حق این دوتا هست، یکی قدرت کامل، یکی علم کامل. حالا ببینید از غیر خدا اینها نفی شده. هر کسی، چه انسانی باشه، چه ملکی باشه، چه جنی باشه، نه قدرت داره نه علم داره، هیچ چیزی خلق نکرده. والذین یدعون من دون الله، آنهایی که صدا میزنند آنها را بجز الله، لا یخلقون شیئا، آنها هیچ چیزی خلق نمی کنند. نه اینکه خلق نمی کنند، بلکه خودشون در خلق خودشون نیازمند خالقند. و هم یخلقون، آنها خود خلق شده هستند، خود آفریده شده هستند.
پس هم قدرت ندارن هم علم ندارن، به اندازه علم ندارند و خبر ندارن که شما وقتی که میمیرن شما صدایشون میزنید اونها نمیدونه اینها ما را صدا میزنن، خبر ندارند. اموات غیر احیاء، اونها اموات هستند غیر احیا، زنده نیستند. و ما یشعرون ایان یبعثون. اونجا میخوانیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم. اینجا میخوانیم که حتی نمیدونن کی از قبر بلند میشوند. پس کسی که علمش هم هیچ هست، قدرتش هم صفر و هیچ هست، او چطور میتونه معبود بشه؟ او چطور میتونه مسجود بشه؟ پس از این دلایل به چه نتیجه رسیدیم؟ الهکم اله واحد. این نتیجه الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه است. اما اونهایی که ایمان ندارند به توحیدش، به آخرتش، فالذین لا یؤمنون بالآخرة، کسانی که به آخرت ایمان ندارند، قلوبهم منکره، دلهای اونها نسبت به این توحید منکر است، باور ندارن، قبول ندارن. و هم مستکبرون، آنها تکبر دارند، عناد دارند، تکبر از ایمان آوردن به خدا. اما لا جرم، قطعا بدون شک، ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، هرچی اونها میکنند اعمال اونها را میداند، آنچه که مخفیانه انجام میدند، آنچه که علنی انجام میدند، آنچه که در دل دارند. و خدای تعالی به وقتش، به زمانش اونها را مؤاخذه میکند. مؤاخذهش خدا چی هست؟ مؤاخذه خدا اینه که خداوند مستکبران را، انسانهای مغرور و متکبر مثل اینها را که از ایمان آوردن تکبر میکنن دوست ندارد. دوست که داشته نباشد تکلیفشون روشنه. انه لا يحب المستکبرین، همانا اون ذات دوست ندارد مستکبرین از توحید را. به اندازه اینها مغرور و مستکبر هستند که وقتی به اونها گفته میشه که خداوند چی نازل فرموده بر پیغمبر، این قرآن را که با این عظمت هست، با این زیبایی هست، افسانه های اولین میگویند. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، هرگاه به اینها گفته میشه که رب شما چه نازل کرده، قالوا اساطیر الاولین، میگویند افسانه های پیشینیان. داستان ها و افسانه از اساطیر، اصل اون افسانه را میگن، اون داستانی میگن که اساسی ندارد، تخیلاتی هست، خود ساخته هست. یعنی میگه اینا واقعیت هم نداره، اینا را از خود درست کرده. الله تعالی میفرماید این با این گفتهایش که سبب گمراهی خودش هم هست، سبب گمراهی دیگران هم هست. خیلی ها مثل نضر ابن حارس میگفتن بیایید ما هم برای شما داستان و افسانه تعریف میکنیم، با این کارها مردم را نمیگذاشتن به سمت ایمان بیایند، به سمت قرآن بیایند. حالا در روز قیامت اینها بارشون دبل هست، دو برابر هست بار گناهشون، نه اینکه بار دیگران را برداشتند، بلکه دیگران را چون گمراه کردند. هم اینها ضال بودند هم مضل بودند، پس دو برابر به دلیل دو جرم، یکی جرم ضلال، یکی دیگر جرم اضلال. الله می فرماید لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه، این لام عاقبته. اینهایی که افسانه می نامند قرآن را، عاقبت و نتیجه این میشه که حمل میکنن، به دوش میگیرند، بر شانهشان، بر پشتشان، اوزارهم کاملتا یوم القیامه، بار گناهشان را، بار گمراهیشان را به صورت کامل در روز قیامت. نه تنها بار خودشان را بلکه مضاعف و چند برابر. و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم،
از بار گناه آنهایی که آنها را گمراه کردند، اونا بدون تحقیق، بغیر علم، بلا تحقیق اونها را هم گمراه کردند. بار گناه اونها را یعنی اون گناهی که در راستای اضلال اونها بود. الا ساء ما یزرون. الله مذمت میفرماید این بار را، این بار باعث افتخار نیست، این بار بدی هست. ساء ما یزرون، اون چی که بدوش گرفتن بسیار بار ناجوری هست. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. اینجا خدای تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید. حالا گرچه بعضی این آیه را نسبت دادند که به داستان خاصی، اما در روایت صحیحی نیست. این آیه مطلق است. هر کسی که در قبال توحید خدا به غرور متوسل میشه و خداوند عزوجل او را عذاب میده، او را با کاخش، با آبادیش، با خانهش یک جا ویران میکنه، شامل حال او هست. خیلی از مستکبران بودند که خانه هایشون هم ویران شد، کاخهایشون ویران شد، خودشون هلاک شدند و بسیاری از کاخها هستند الان قابل سکونت نیستند. به عنوان آثار باستانی که شما برید میترسی وقتی سقف نریزد. لذا از این نمونه ها زیاد گذاشتن. اما بعضی از مفسران گفتن که این درباره نمرود است که نمرود یک بنای بسیار بلند بنا کرد و درست کرد و گفت که اونجا همونطور که فرعون گفت لعلی اطلع الی اله موسی، نمرود گفت من خدای ابراهیم را اینجا باش می جنگم، باش درگیر میشم. و بنای خیلی میگویم 5000 کارگر فقط کار میکرد بر این صرح، بر این عرض کنم که برجی که او درست کرد، بالا برد تا اینکه از اونجا به گمان خودش تیری هم زد به بالا. اما الله عزوجل همون بنا را از ریشه زد، تخریب شد، تمام فرو ریخت، تمام نمرود و نمرودیان اونجا هلاک شدند. از این گفتند. ولی علی ای حال بهترین که محمل آیه چی باشه؟ عام باشد. هر کسی امروز هم میتونه مصداق قرار بگیره. قد مکر الذین من قبلهم، همانا مکر کردند، عناد کردند کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی مثل همین مردم قریش مکه در گذشته هم اقوامی بودند که توطئه کردند در مقابل حق و مبارزه کردند با حق. فأتى الله بنیانهم من القواعد، الله به بناهای اونها آمد از پایه، از اساس، یعنی پایه و اساس ساختمان ها و کاخهای اونها را الله متزلزل کرد به وسیله زلزله یا به وسیله دیگه. فخر علیهم السقف من فوقهم، سقف به از بالا بر اونها افتاد. و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب برای اونها آمد از اون جایی که اونها نمیدانستند. آیا به همین عذاب بسنده میشه؟ نه خیر، این بخش کوچیکی هست، اصل عذاب در پیشه. ثم یوم القیامت یخزیهم، سپس در روز قیامت الله دوباره اینها را رسوا میکند، همین مشرکان را، همین کفار را، اینهایی که با خدا و با دین خدا مبارزه کردند. و یقول، الله می فرماید این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم، کجا هستند شریکان ما به زعم شما، به زعمکم، شما می پنداشتید شریک هستند، کجا هستند شریکان من؟ کدام شریکان؟ الذین کنتم تشاقون فیهم، همان شریکانی که شما بودین با موحدین شما درباره اونها اختلاف می کردید.
با اهل ایمان، اهل توحید، شما با اونها اختلاف داشتید، جدل میکردید، اون شریکان کجا هستند؟ اون روز دیگه تمام اهل علم میگویند قال الذين اوتوا العلم. منظور از اوتوا العلم کی هستند؟ من الانبیاء والمؤمنین. انبیاء، مؤمنین، اهل علم همه میگویند، همه اعلام میکنند ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. رسوای امروز و بدی امروز برای کافران است. بدی و رسوایی و سوء منظور عذاب است برای کافران است. کدوم کافران؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمی انفسهم. آنهایی که ملائکه جانهایشان را گرفتند در حالی که ظلم کننده بودن بر خودشان، بنویسی به دلیل کفر و شرک، یعنی در وقت مرگ کافر و مشرک بودند. اما از این آیه معلوم میشه که هر محتضر، یعنی کسی که میخواد بمیره در مسیر غلط و کفر و شرک باشه، در پایان عمر میخواد توبه بکنه، ولی دیر شده. اون وقت توبه سودی نداره. چطور میخواد؟ چون پایان عمر انسان وقتی که روحش رو میخوام بگیرن، کی میاد میگیره؟ فرشته ها میاد میگیرن. فرشته ها رو انسان مشاهده میکنه. اون وقت انسان میخواد اظهار بکنه که یک فرصت دیگه ایمان میارم، دیگه تمام تسلیم، ولی فرصت بهش داده نمیشه. چرا فرصت داده نمیشه؟ قبلا خدمت شما عرض کردم که ایمانی که مطلوب هست ایمان بالغیب است. ندیدی باور کن، ندیدی قبول کن. اما وقتی که پرده برداشته بشه به وقت موت، دیگه کم کم چی میشه؟ حقایق منکشف میشه، پرده برداشته میشه، غیب میشه مشاهد. اون چی که نمیدیدی میشه در معرض دید. حالا ایمان دیگه به درد نمیخوره. این ایمان مثل اون ایمانی است که انسان ها در آخرت جهنم را میبینن، بهشت را میبینن، الان هر چی توبه میکنن، هر چی میگن غلط کردیم، دیگه به درد نمیخوره. زمانی میگن که همه چیز عیان شده. خدا این ایمان را نمیخواد، خدا ایمان بالغیب را میخواد. لذا همین کسانی که ملائکه در حالت کفر و شرک دارند روحشان را میگیرند، وقتی که میبینند حقایق را، وقتی که میبینند که در واقع اون چی که پیامبران میگفتند، اون چی که دعوتگران میگفتند، اون چی که خیرخواهان میگفتند، یه نظامی هست، نظام الهی هست که اونجا فرشتگان دخیلند، همه چیز را اونها رد و فتح میکنند تا میبینن اونها را. فالقوا السلام یعنی پیام صلح، پیام تسلیم، که میخوان تسلیم بشن و بگن ما كنا نعمل من سوء، ما هیچ بدی نکردیم، یعنی کفر و معصیت نکردیم، چون میخوایم بالاخره جبران بکنیم، کفر را کنار میذاریم. اما الله میفرماید نه خیر، شما تا حالا انجام میدادید. بلا، چرا؟ شما انجام میدادید. ان الله علیم بما کنتم تعملون. خداوند به آنچه که شما عمل میکردید به همه اونها چیه؟ علیم هست، خبر داره. لذا نه، الان فرصت دیگه نیست. الان چی باید کرد؟ تشریف ببرید. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها. داخل بشید از درهای جهنم، همیشه در اون جهنم بمانید. فلبئس مثوى المتکبرین. البته بسیار بعد از جایگاه متکبرین، جایگاه متکبرین بسیار بعد است. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم. اینجا بشارت برای مؤمنین است، به کسانی که از شرک و کفر دوری کردند، پرهیز کردند، به اونها گفته میشه ماذا انزل ربکم، رب شما چی نازل کرده؟ قالوا خیرا، هرچی هست سراپا به نفع است، خیر هست. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. حالا این متقین، للذین اتقوا،
دو پاداش برایشون بیان میشه، یکی دنیوی یکی اخروی. خداوند میفرماد در این دنیا هم حسنه هست، همون حسنه که شما دعا میکردید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. حالا اون حسنه چیه؟ هم میتونه رزق حلال باشد، هم توفیق هدایت باشد، هم توفیق اعمال صالحه باشد، وعده ثواب باشد، پاداش باشد. همه اینها در دنیا برایش هست. لذا الله میفرماید للذین احسنوا، برای این کسانی که اخلاص دارن، مخلصین، فی هذه الدنیا حسنه، در همین دنیا حسنه هست، در همین دنیا توفیقات هست. اما آخرت سبحان الله ولدار الاخرت خیر، البته که دار آخرت به مراتب بهتر است از این دار دنیا، من الدنیا باجمعها، از تمام دنیا. ولنعم دار المتقین، البته بسیار زیباست، بسیار خوب و پسندیده است اون دار متقیان. اون دار متقیان که باز در آخرت هست، او که اصلا نپرس اون دار متقین کجاست؟ اون جایی که متقین قرار میگیرند که خدا میفهمه ولنعم، چه زیباست، چه قشنگ است. او کجاست؟ جنات عدن یدخلونها، جنات جاودانه، اون جنات جاودانه که یدخلونها داخلش میشوند، تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر درختها و کاخهاش نهرها، لهم فیها ما یشاءون، برای اونهاست در اون جنات آنچه که بخواهند. كذلك يجزي الله المتقین، الله این گونه جزای نیک میده، پاداش خوب میده به متقیان، بندگان با تقوا، خدا ترس، کسانی که از شرک و کفر و بدعت و خرافات پرهیز میکنند. همه اینها ترجمه متقین میتونه باشه. اما اونهایی که اینا چه کسانی هستند؟ این متقین چه کسانی هستند؟ ادامه صفات اینها: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. اون گروه را خواندیم که تتوفاهم الملائكة ظالمی انفسهم، ملائکه در حال جانهایشون را میگن که مشرکند، اعتقاد شرکی دارند، اعتقاد کفری دارند. اما اینها تتوفاهم الملائکه، آنهایی که ملائکه جانشان را میگیرند در حالی که طیبین، اینها پاکند از کفر و شرک. طیبین یعنی چه؟ پاکند از آلودگی، پاکند از کفر و شرک. وقتی که فرشتگان پیش این پاکان می آیند، یقولون السلام علیکم، سلام بر شما، یعنی هیچ خطر و هیچ تهدیدی برای شما نیست. به آنها میگویند، تعارفشان میکنند، ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، شما وارد بهشت بشید، بفرمایید داخل بشید. اما سبب این ورود چیه؟ سبب حقیقی لطف و فضل پروردگاره، اما سبب ظاهری بما کنتم تعملون، به سبب آنچه که شما عمل میکردید. عرض کردم، توضیح دادیم مسئله را، اصلی این نیست، اما یکی از اسباب. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه. حالا ببینید مسئله واضح، مسئله روشنه، هم عقیده کفری و شرکی بیان شد، هم عقیده ایمانی و توحیدی، هم جواب و نتیجه اون، هم نتیجه این. به وقت مرگ برای اونها چه حالتی هست و کیفیتی، برای اینها چه کیفیتی، بعد از مرگ هکذا. پس هیچ چیزی مخفی دیگه نیست، همه چیز روشن و آشکاره. هنوز این کفار ایمان نمی آورند با وجود این همه توضیحات، با وجود این که مثلا اینقدر شفاف و آشکار است. منتظر چی هستند؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه. اینا باور نمی کنند، منتظرند تا ملائکه بیایند، جانشون را بگیرند، روحشون را قبض بکنند تا اون مرحله را مشاهده بکنند. او یأتی امر ربک، یا اصلا منتظر عذاب خدا هستند. امر رب یعنی عذاب خدا. وقتی عذاب بیاید میفهمند. آیا اون فهم کافیه؟
آیا اون توبه کفایت میکنه؟ نه خیر. عرض کردم اون وقت توبه کفایت نمیکنه، چون پرده برداشته میشه. اون چیزی که تا به حال به وسیله انبیا گفته میشد، به وسیله قرآن گفته میشد درباره ملائکه، درباره عذاب، دیگه اون پرده برداشته میشه، انسان حقایق را میبیند. حالا که ایمان میآورد دیگه ایمان بالغیب نیست، حالا همه چیز را مشاهده میکند و عذاب ایمان میاره، عذاب میبیند و ایمان میاره. زمانی به درد میخورد که ایمانت بالغیب بود، عذاب را نمیدیدی و ایمان میآوردی، فرشته مرگ را نمیدیدی و ایمان میآوردی. الان که دیدی ایمان آوردی به درد نمیخوره. به همین خاطر فرمودن در اون حالت غرغره و در اون حالت نزع که انسان چشمش باز میشه به حقایق و واقعیت ها رو میبینه، توبهش قبول نمیشه. به همین دلیل است که دیگه چی؟ دیگه دیر شده، دیگه همه چیز برایش مشاهده است، برایش قابل دید است. پس اینها منتظرند که ملائکه بیایند یا عذاب خدا بیاید، اما اون وقت میخواه ایمان بیارن، اون وقت که ایمان اعتباری نداره. كذلك فعل الذين من قبلهم، الله می فرماید همین کار را کردن کسانی که قبل از اینها بودند. معلوم میشه که پیشینیان به وقت عذاب ایمان می آوردند، به وقت مرگ ایمان می آوردند، یا اینکه حرکتی به سمت ایمان می کردند، ولی این کافی نیست. اون ایمان به دردشون نمیخورد. چنانچه در باره فرعون صریحا هست که او گفت آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل. چرا به درد نمیخوره؟ چون که حالا دیده همه چیز. تا حال پیغمبر میگفت باور نمی، الان که دیده دیگه این ایمان میشه به مشاهده خودش. الله میفرماید و ما ظلمهم الله، بالاخره اینکه خدا عذابشون داد توبهشون را قبول نکرد، در این خدا ستم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آنها خود بر خود ستم کردن، ظلم کردن. پس نتیجه چی شد؟ فاصابهم سیئات ما عملوا، به آنها رسید جزای بد آنچه که عمل کردن. سیئات یعنی جزای سیئات، کیفر اعمال و کیفر سیئاتشون به اونها رسید. همین عذاب در دنیا کیفر اعمال است. وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون، حاق یعنی نزل بهم، فرود آمد، نزول کرد بر آنها آن عذابی که آن عذاب را در گذشته مسخره می کردند، اما همون عذاب آمد به سرشان. وقال الذين اشركوا، خب اینها هم دلائل بود، هم ذکر نعمتها بود، هم نتیجه. اگر کسی ایمان نیاورد، بعدن وقتی عذاب آمد و ایمان آورد، این ایمان به درد نمیخوره و رد میشه. اما قبل از این مرحله مشرکین بعضی چیزها را میگفتند که الله تعالی پاسخ میده. یکی از اون چیزهایی که مشرکین همیشه میگفتن لو شاء الله ما عبدنا من دونی، میشه خدا خودش خواسته، مشیت خدا بوده. اگر مشیت خدا نبود، ما غیر از خدا هیچ چیزی را عبادت نمی کردیم، نه ما نه پدران ما. و چیزی که خدا گفته ما فقط او را حرام می دانستیم، غیر از حرام الهی را چیزی دیگر را ما حرام نمی دانستیم. منظور بحیره و صاحبه اون چیزهایی که مردم از خود در حرمت درست کرده بودند، اونها را ما حرام نمی دانستیم، خدا خواسته. این یک سخنی هست، سخن جاهلانه هست. چرا قبلا ما خواندیم این شبیه این آیه را 2-3 جا خواندیم. مردم در زمان ما هم همین میگه. بعضی از مسلمانان متاسفانه برای پاپوش گذاشتن بر گناهان خودشون، بر سیئات خودشون و اشکالات زندگی میگن خدا خواسته که من نماز نخونم. اگر خدا میخواست نماز میخونده، حتی نخواسته دیگه. اون که نمیخواد، شما چرا اصرار دارید؟ این بیچاره ها غافل از این هستند که یکی هست مشیت خدا. درسته مشیت خدا بر هر چیزی هست، مشیت خداوند عزوجل بر هر چیزی هست. و ما تشاءون الا
ان یشاء الله. تا خدا مشیتش نباشه هیچ کاری انجام نمیگیره. مشیت خدا بر همون خلق فعل است، اما رضایت خدا بر هر فعلی نیست. رضایت خدا بر فعل مطلوب هست، بر فعل نامطلوب نیست. و الله عزوجل به انسان اختیاری داده که اسمش کسب هست. انسان به وسیله اون کسبش، به وسیله اون اختیاری که دارد انتخاب میکند. کاملا انسان در انتخاب آزاد هست، اما چه ایمان باشد چه کفر در هر دو مشیت خداست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بالاخره تا زمانی که خدا نخواهد انسان نمیتونه انتخاب بکند، اما با توجه به اینکه انسان اختیار دارد، رضایت مشیت خدا در هر دو صورت است، رضایت خدا در یک صورت است. شما میگید که خدا نمیخواست، درسته، مشیت خدا اینجا هست، اما رضایت خدا را چرا دنبال نیستی؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما بعدا میگه ان اعتدنا للظالمین نارا ای للکافرین. منظور اینه که این دومی رضایت نیست که خدا برای اینها جهنم را آماده کرده. پس الله تعالی این را ذکر می فرماید و قال الذين اشركوا، کسانی که شرک کردند گفتند لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر خدا میخواست ما عبادت نمی کردیم به جز خدا هیچ چیزی را، بت‌ها را عبادت نمی کردیم، نحن ولا آباؤنا، نه ما و نه پدران ما. و همچنین این شرک تصرف است. شرک فی التصرف شما خواندید که شرک فی التصرف به خاطر اینکه غیر خدا را در تصرفات شریک می دانستند، لذا برای کرنش می کردند. و شرک فعلی حرام خدا را حلال دانستن یا حلال خدا را حرام دانستن. ولا حرمنا من دونه من شيء، ما حرام قرار نمیدادیم. این شرک فعلی است، غیر از خدا، یعنی چیزی که خدا گفته و خدا تحریم کرده، غیر از تحریم هیچ چیزی را. كذلك فعل الذين من قبلهم. الله می فرماید این گونه انجام دادند و همین کار را کردند کسانی که قبل از اینها بودند. اما کار رسول چی هست؟ فهل على الرسول الا البلاغ المبین. رسول پیام خدا را به صورت آشکارا و شفاف و واضح رساندند، حقایق را گفتند، دلائل را واضح کردند و رسول روشن کردند که خدای تعالی به شما اختیار داده، خدا شما را اجبار نمی کند. اگر این اختیار نمیداد یه حالت جبر پیش می آمد. حالت جبر که پیش بیاید اون وقت ایمان همه ایمان چی می شد؟ اینا یعنی میگن که مشیت خدا باید بر ایمان می بود. اگر مشیت خدا فقط بر ایمان بود اون وقت چه ایمانی بود؟ ایمان جبر دیگه. اون یکی دیگه مشیت خدا بر اون یکی اگر نباشد یکی کفر باشه. مشیت خدا وقتی اونجا نباشد پس یک راه داریم. اون راه چیه؟ راه ایمان. مشیت بر کفر نیست، مشیت بر ایمان است. فقط فرض میکنیم پس فقط راه ایمان را داریم. همه بالاخره بدون اختیار به سوی ایمان میریم، چون راه دومی نیست، مشیت اونجا بسته است. اون وقت همه ایمان میاریم. همه که ایمان میآوریم این ایمان میشه ایمان جبر. نه دنیا داره امتحان شد و نه ایمان چی شد؟ اختیاری شد. لذا اون چیزی که اونها میگویند نتیجهش اینه. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبين. رسول پیام را آشکارا واضح رساندن، تفهیم کردن. و رسول در همه امتها بود با این پیام. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همانا ما فرستادیم در هر گروهی رسول فرستادیم با این پیام که ان اعبدوا الله، اینکه فقط خدا را عبادت کنید، ای وحید الله، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت دوری کنید. یعنی طاغوت یعنی چه؟ ما قبلا معانی طاغوت را خواندیم. بهترین معنا که عام هست کل ما عبد من دون الله. فمنهم من هدى الله،
بعضی از همین امتها آنهایی بودند که الله اونها را به دلیل انابتشون هدایت فرمود. و منهم من حقت علیه الضلاله، و بعضی از اونها بودند که حقت علیه الضلاله، حقت ای وجبت، گمراهی برایش واجب، چون که اون خودش راه عناد را اختیار کرد. عناد خود به خود انسان را به سمت گمراهی میبره. فسیروا فی الارض، این تخویف دنیوی هست. معلوم میشه که انسان باید سیر بکنه، مستحب است، اما برای در اون سیر فقط تفریح و خوشگذرانی مد نظر نباشد. عبرت، آثار اقوام گذشته و بجامانده را انسان ببیند. اگر شما به تفریح برید و این نوع آثار را برید نگاه بکنید، این سفر شما تقریبا یک سفر عبادی میشه، چون دستور خداست. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. شما بروید و نگاه کنید، ببینید عاقبت و انجام تکذیب کنندگان چی شد. صدق الله العظیم. 10 دقیقه استراحتی بفرمایید.